خجالت نمیکشید؟ این نامه منه به آقای خاتمی. بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات شروع شد و صاحبان ثروت و قدرت باز کلیپ های نادرست توزیع کردن. کور خونده اید، ما همچنان قوی هستیم و سفت. خجالت نمیکشید؟ این نامه منه به آقای خاتمی. اصلا صورت جلسه که میگید آب را برد یزد، بنده در اینجا هم تونل سوم هم بهشت آباد گفتم باید پول بگذارید. کیه این سال؟ کیه؟ 78. وقت تو انتخابات ها بعضی تو پستو میشنند فرمان به شما میدن تقسیم میکنید که آقای کامران آب را بود یزد. از طرفی بعد تو بودجه همیشه من ردیف های یزد را حذف کردم. اینا اسمش رنگ آبیه. این 90، این 94، 88 همش گفتم ردیف های یزد باید حذف شه. یه نماینده اگر آوردید و گفته مکتوب حذف شه من جایزتون میدم. درست شد؟ شما نمیگید بن بروجنا کی اجازه داد؟ چرا این نماینده ها گذاشتن؟ شما چرا نمیگید که انتقال آب از حوزه به حوزه ممنوعه؟ بعضیه که گفت حوزه نی، پس چیه؟ اداره کل درست کردن از آب منطقه. هر کسی اومده میگه من سر وارم اداره کل هستم. اینا رو نمیگید. بعد میگید که بله آقای کامران گفت آب به یزد نره و خلیج فارس هم گفته نه. کی گفتم نه؟ گفتم شما به شغل نیامدید بدید، پس میشه کلاهبرداری. شما به کشاورزی گفتید ندید، فقط صنعت. همون که اسم خفه شده. آلودگی مال چیه؟ ما مال چیه؟ تازه اصلا چرا صنایع آب برای اجازه میدید شما اگر راست میگید؟ پس شما آب فروش هستید. اینا رو نمیاد بگید. من کسی مردش نبود که برای این دیه شما بگیرم. این آخرین نامه منم بود که من تشکر میکنم از ناجا الباقیش رو گرفتیم. من حتی به مقام معظم رهبری این فرایند نادرست را عرض کردم. این امضای آقای گلپایگانی با آقای جهانگیری، اینا رو نمیگید. من حاضرم مناظره کنم. اونایی که میگن که ما آب را بدیم به یزد، صورت جلسه کردیم، بیان مناظره کنیم. این اربابات هم میان، چرا شما را هول میدن؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.